مرحمت اینجا کفش پرتای استاد جای کفش پرتاشون استاد عزیز ما زمان کفششون همینجا گذاشته. من در همه خمی ها زیاره رفته بودم. دفعه کفش ایشون یک بادام رویدگی من. بادام رویدگی. من ارچه هایم به همون خاطر اینجا سبزیدم. سبزم بله. استاد ما اکنون خودتون یک گپ زنید استاد اینجا هر دو تا من دو نفر بزرگا روی شما سیاه هم طرف است ای آواز میگیره دایی نزدیک است هر دو تا نزدیک است هر تا حالا اکنون امروز ما آمدیم در همون خاک جای استاد درخت ارچه بشیناندیم که استاد خودشون وصیتش همین بود. برای چی اگه درخت میوه درخت نه استاد گفتن درخت همیشه سبز. ما اثرهای استاد وارث ما بودیم که استاد خودشون گفتن که اگر قدر مرا چون زندگی هم دائما دانید بگرد مرقدم خالی نمانده ارچه بشنانید کی وارثی اثرهایم شما هستید میفخرم. همین خیلی گفته بودن. خوب استاد شما از اقدام امروزه چگونه استقبال کردید شما؟ خب سبب که اینجا مرا همچون یعنی که یک انسان در دنیا نبوده شما قید میگید سخن به استاد من همچون روح در نزد شما هستم. بله واقعا راست است. استاد عزیز تاثیرات شما نگاه شما به همین اقدامی که امروز از جانب خالق زاده استاد خالق زاده راه اندازی شده. ما و شما شاید نجیب ترین انسان ها باشیم که روح رو با چشمان خودمان میبینیم. بله من حتی میتونم ضرب کنم حتی هر وقتی که خواهیم میبینیم. من این روحی کثافت آدم میزنه هر وقت نخواهیدم میبینیم باور کنید که خب اکنون استاد عزیز در اینجا در قطار دیگر بزرگان در قطار استاد فضل انصاری استاد جمعه استاد عبید رجب خب متاسفانه استاد ما استاد کوزاد فتحالله هم در همین مکان به وای رسیدن. یعنی اگر استاد در همین طبیعت زیبا به وای رسیده یک شاعر نمیشدن چی میشدن باید که؟ باید چی میشده؟ هم تو گردونید خودش معلوم میشه. این طرف گردونید. بله صدای بره نوزاد دلی کس را نماید شاد.